بذاری من سوال عادی ازش بپرسم. صلاح الدین با چی اومدی از اهواز تهران؟ چه جوری اومدی تهران؟ رفت. با چی اومدی؟ محفل. نمیتونه یک سوال رو کامل جواب بده، یک سوال ساده رو. دقت کنین، یعنی این دیگه هیچ چشم بندی و اینا نیست، اما قرآن رو اینجوری جواب آخه داد. حتی نیم ثانیه هم مکس نمیکنه تو پاسخ دادن به قرآن. اصلا حیرت آوره. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس. نه بپرسین. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ولا تقولوا على الله إلا الحق. این سختا شد. آقا صلاح الدین بله. قرآن رو چجوری حفظ شدی؟ حفظ شاید. چی؟ حفظ کردم. چجوری؟ با کی کمکت کرد؟ زیاد شدیم. وای خدا. آقا با زیاد شنیدنم تو خونه کسی قرآن حفظ بود؟ وای خدا. چی؟ حفظ کردم. الله اکبر.